سلام. برای تهیه یه باسلوق گردوی سنتی نشاسته گل 100 گرم به اضافه 200 میلی لیتر آب رو با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه حل شد از صافی رد میکنیم، روی حرارت میذاریم و حرارت باید خیلی کم باشه. مرتب هم میزنیم تا غلیظ شه. این به غلظت رسیدنش باید حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت طول بکشه. بعد از اینکه غلیظ شد، روغن و شکرش رو اضافه میکنیم. یک بار یهو شل میشه. بعد از اینکه شل شد مرتب هم میزنیم تا دوباره به غلظت برسه. این هم زدن باید طول بکشه تا به این غلظت برسه. نباید خیلی سریع غلیظ بشه. اون حالت ژلاتینی کشدار به وجود نمیاد اگه سریع به غلظت برسه. پس باید حرارت خیلی ملایم باشه. همینجور که میبینیم باید مثل حلوا باشه، نه خیلی سفته نه خیلی شله. وقتی که به این حالت رسید ما گلابش رو اضافه میکنیم، یکم پودر هل اضافه میکنیم، مرتب هم میزنیم و در نهایت گلوکوز رو یه قاشق غذاخوری بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم. ما هر مرحله که یه چیزی رو اضافه میکنیم یکم شل میشه، به هم زدن ادامه میدیم تا دوباره به غلظتی که میخوایم برسه. غلظتمون نباید خیلی شل خیلی سفت باشه، همون حالت حلوا ترکه بشه کافی. بعد توی ظرفی ما نارگیل رو میریزیم، یه دونه گردو رو میذاریم. از این مواد با قاشق یا حالا با قیف میتونیم بذارین روش، روی گردویی که توی نارگیل خوابونده بودیم یه قاشق میذاریم روی گردو میذاریم. بعد دوباره روشو پودر نارگیل میپاشیم، با نارگیل بلند میکنیم، توی دستمون فرمش میدیم. بعد که فرم گرفت میچینیم تو سینی، میذاریم که خودشو بگیره. بقیه مراحل هم تا پایان مواد به همین ترتیب انجام میدیم. فقط اینکه تا هم چند تا از این باسلوقا رو آماده کنیم یه توضیح کوتاهی بدم دوباره از مواد اولیه. پس نشاسته گلمون 100 گرم بود، 200 گرم آب که اول کار اینا رو با هم مخلوط میکنیم، 150 گرم شکر، گلاب 1/4 پیمانه، کره 25 گرم، پودر نارگیل به مقدار لازم، گلوکوز 1 قاشق غذاخوری، وانیل و هل هم به اندازه نصف قاشق چای خوری. فکر میکنم که توضیحات کامل بود، تو تصویرم واضح بود. پس برای اینکه حالت ژلاتینی داشته باشه باسلوقمون، حرارت اولیه خیلی خیلی باید کم باشه و مرتب باید هم بزنین و خیلی باید زمان ببره تا غلیظ بشه. اگه به سرعت به غلظت بیفته اون حالتی کشدار به وجود نمیادش. همینطور که میبینین همه باسلوقا رو آماده کردیم و چیدیم، میذاریم داخل یخچال تا خودشو بگیره، بعد قابل استفاده است. در ادامه با ما همراه باشین و لایک کنین و ما رو تو این راه همراهی کنین. مرسی که وقت گذاشتین این ویدیو رو دیدین. خدا نگهدار.